همیشه باید از بین ببریم. من امیدوارم خود انتخابات یه مقدار فاصله ها رو کم کنه و دولت آینده بتونه یک فضای غیر امنیتی رو در کشور به وجود بیاره. به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصرند آزاد شوند